قبرس 2009. از یه راه طولانی میام، اما یه راه طولانی تر پیشم دارم. چقدر مونده برسی؟ چیزی نمونده. نمیدونم این داستان چطور میخواد تموم بشه، ولی میدونم چطوری شروع کنم. این داستان با عامر شروع میشه. عامر یه دوست داشت که مثل برادرش بود. هر وقتی که توی تنگنا میموند اون بهش کمک میکرد. اسمش علی بود، ولی بچه های محله اونو با لقبش صداش میکردن. پسر مگه دیوونه شدی؟ از یه طرف به صورتم نگاه میکنی و میخندی و از طرف دیگه دستات یه لحظه آروم نمیگیره. بارا خودتی مگه لقب منو نشنیدی؟ علی آقا من تو رو میشناسم. تو مدیر حفاظت کازینویی. کارمو سوال نکردم. لقب من چیه؟ علی آقا من چیز دارم، فشار خون دارم. تو رو خدا ببین اینجا میمونم، دور سرتون میگردم، قسم میخورم. خیلی خب لقبم چیه؟ علی گازنبو. نه ببخشید دیگه کار نمیکنم. منو ببخش. نه عامر از دوران بچگی یه دوست داشت که هیچ وقت از هم جدا نمی‌شدن. دوست صمیمیش بود و همیشه تو درد سرش می‌انداخت. اسمش چنگیز بود. خانم آیسان بالاست تا سراغتونو میگیره. دست آخره. امروز روز شانس منه. و دیگه اینکه یه دختری بود که عامر عاشق اون بود و دیوانه‌وار دوستش داشت. اسمش آیسان بود. خانم آیسان خب به همسرتون خبر دادم. داره دست آخر رو بازی میکنه. بله. امروز روز شانسش بوده. تو رو خدا چطوری این کارو میکنی؟ هنوز نتونستم بفهمم. مثل کتاب ذهن همه رو میخونی. نه همه کس آیلین، فقط اونایی که منو دوست دارن. صبح بخیر خانم آیسان. صبح بخیر. آقای ازل قراره که مهمون ما باشه، اومده؟ خیر خانم، چند دقیقه دیگه میاد. ایشون برای اولین باره که به هتل ما میاد. دوست دارم همه چیز عالی باشه. متوجه شدم خانم. درخواست مخصوصی داره؟ در واقع بله، نمیخواد بدون اطلاع کسی وارد اتاق بشه. بسیار خوب. معلومه آدم عجیبیه. عامر پسر خوبی بود، ولی یه ایراد اساسی داشت. به آدما زیادی اعتماد میکرد. وقتی اونا رو دوست داشت فکر میکرد خوب اونا رو شناخته. اگه سوال میکرد بهش میگفتم عامر، هر خیانتی با عشق شروع میشه.
خوش اومدی. اسم من ازله. اومدم اینجا تا از کسی انتقام بگیرم که اصلا نمیشناسمش. ازل، ببین اینجا به روش خاورمیانه ماساژ میدن. وقتی رفتیم پایین میتونیم بریم ماساژ. یه خورده خستگیمون در میره. توفیق تعریف کن. دارم میخونم. ازل بایرکتار 32 سالشه و توی استانبول به دنیا اومده. ازل 4 سال پیش سر و کلش پیدا میشه. قبل از اون هیچکی اونو نمیشناخته. مونت کارلو، لاس وگاس و بوینس آیرس. دست کم تو 20 بازی بزرگ اسمش ثبت شده. درآمدش خیلی زیاده و خیلی هم میوازه. منظور این که تو بعضی جاها خیلی پول باخته و بعضی وقتا هم زده زیر گوش آدمای درجه 1. حقه باز نباشه. سابقه ای نداره. توی هیچ قمارخونه ای چیزی مبنی بر اینکه حقه بازی کرده باشه ثبت نشده. تر و تمیزه. خوشم نیومد. زیادی تمیزه. یه دفعه سر کلش پیدا میشه و یه دفعه غیبش میزنه. بزرگ بازی میکنه. معلوم نیست ثروتشو از کجا میاره. کسی هم نمیدونه کاروبارش چیه. با این شماره تماس بگیر. یکی از دوستای خوبمه توی اداره پلیس. بهش بگو اگه درباره این ازل چیزی پیدا کرد خبر بده. باشه. دقیقاً چی میخوای بدونی ها؟ همه چیز. اینا بازیکنای بزرگی هستن. اینا میتونن هتل رو یا نجات بدن یا غرق کنن. سر میز اینا میلیون ها دلار پرواز میکنه. میخوایم این دلارا به سمت ما بیاد. گرفتی چی گفتم؟ منو نگاه کن. هر حرکت این طرف رو به من خبر بده. متوجه شدی؟ حتما. مگه به چیزی شک دارید؟ تو چند وقت اینجا داری کار میکنی؟
یه هفته شده؟ باید دقت کنی. با تو خیلی کار داریم. باید به همه چیز مشکوک باشی. کار ما شکاک بودنه. من اینطور آدم ها رو میشناسم. خودشون رو مرموز جلوه میدن ولی در اصل یه قرون هم نمیارزن. همشون ترسو هم. جربازه ندارن. فهمیدی؟ حق دارید قربان. هر حرکتشون چی میخوره؟ از چه زنایی خوشش میاد؟ از کدوم دستش استفاده میکنه؟ طرفدار کدوم تیم فوتباله؟ آب تو آسیابش از کدوم طرف سرازیر میشه؟ منظورم اینه که این طرف کیه؟ چیه؟ آیا تو خارج زندگی میکنه؟ قبلا کجا بوده؟ خلاصه ازل بایراکتار کیه؟ استانبول 1997. اومدن. وایسا پسرم؟ بچه. کجا رفت پسر؟ نیستش، میخواد قبل از ما برادرشو پیدا کنه. چند ماه بعد عامر از سربازی برگشت تا یه زندگی جدید رو شروع کنه. سلام. پسرم. مامان جون چطوری؟ پسرم. بابا جون بذار دست ببوسم. مامان داری میبینی؟ بابا مامان میبینه. دیدی گفتم؟ بله مامانت از تو بهتر میبینه. آدم برای دیدن پسرش به چشم احتیاجی نداره. شما هر جای دنیا که برین و برگردین من از بوتون تشخیص میدم. دوست دارم مامان. چطوری بابا جون؟ خدا رو شکر پسرم از سربازی برگشته. مثل شیر اگه من کیف نکنم پس کی کیف کنه؟ چیه؟ دارم با پدرم صحبت میکنم. اونا هم اومدن. کیا؟ چی شد؟ اوه وایسا همه دارن میبینن. چقدر دلم برات تنگ شده بود عیسان. الله بس کنید دیگه این قرتی بازی ها رو. کار زندگی رو ول کردیم اومدیم دو کلمه حرف بزنیم. چه خبر؟ دیگه داداش علی اینا نداریم. آدم بشین دیگه. همون علی کافیه. داداش صبر کن. بذار تا یکم به خودم بیام و بهت همه چی رو بگم. واقعا؟ چته؟ نکنه مشروب خوردی؟ بیاین به مناسبت ورودش جشن بگیریم. پسر تو بازم شلوغش کردی؟ نمیدونی وقتی نبودی چقدر حسابی شلوغش کردم. پس دمت گرم. هرچی باشه گفتم تا الان منو جمع و جور می‌کنی. زنده باشی. داداش وایسی. خیلی خوب. حالا بعضی وقتا راحت از اونایی که دوستشون داری جدا میشه.
سیاهی و شک و تردید کل وجودتو فرا میگیره. به این فکر میکنی که اگه نباشی همه چی تغییر میکنه، یا اینکه وقتی برگشتی همه چیز تغییر کرده باشه و مثل گذشته نباشه. خیلی دلم برات تنگ شده. خب الان اینجا چرا اینطوری شدی؟ حالت بده؟ وقتی سربازی بودم یه بار برامون تله گذاشتن، خودمونو توی همچین غاری انداختیم. آمر گروهبانم کنارم بود، میگفت شلیک کن، ولی من فقط مشتمو گره کرده بودم و باز نمیکردم. توی ذهن خودم فقط دستای تو رو گرفته بودم، مثل اینکه وقتی دستمو باز کنم فرار میکنی و میری. یکم مسخره شده بود. گروهبان سعی میکرد مشتمو باز کنه. بعد بازش کردی؟ البته که بازش کردم. زد و خورد بود، چی کار میکردم؟ ولی ببین من هیچ جا نرفتم. دیرمون میشه. اون وقت مادرت میگه این دختره لیاقت پسرمو نداره. مادرم به این چیزا اهمیت نمیده. اون ذهن همه رو خوب میخونه. نگو. منو چطوری میبینه؟ اون دختری رو میبینه که پسرش عاشقش. پسرم خیر انشالله. نکنه از جشن عروسی میای؟ چنگیزم اینطوریه، کت شلوار پوشیده. عمو ممتاز نه، من تو بابا یه هتل تو ساحل باز شده، کازینو داره، چنگیز اونجا کار میکنه. نکنه اونجا آواز میخونی؟ قمارخونه مگه انگلیسیش کازینو نمیشه؟ درسته، آفرین. پسرم البته تو بهتر میدونی، دیگه حسابی بزرگ شدین، اما خداوند قمار رو حروم کرده. عمو جان من فقط کار میکنم، قمار که بازی نمیکنم. نباید به پول حروم امید بس پسرم، پول حروم بلا میاره. عمو جان شما این حرفو میزنین ولی نمیدونین چه آدمایی اونجا هستن. یعنی کسایی که به پول نمیگن. خیلی خوبه. ثروت اینجاست چنگیز. راست میگه. قلبت باید ثروتمند باشه، زیر این سقفی ثروت دیگه ای جا نمیگیره. مگه نه آمر؟ راستی آیسان بهت گفت؟ چیو؟ اونم جایی که من هستم کار پیدا کرده. خب کار دیگه مگه بهت نگفته؟ مثل این که لو دادم. چقدر خنگم، ببخشید. گفت کجا کار میکنی؟ تو قمارخونه. قمارخونه نیست، تو پذیرش کار میکنم. خب اشکالی نداره. از من خواهش کرد که ببینم اونجا میتونم براش کاری پیدا بکنم یا نه. منم خب خیلی آشنا دارم، براش یه کاری پیدا کردم. پس دانشگاه چی میشه؟ ساعت کاری شبه، حقوقش هم خوبه. تازه یه کارآموزی هم هست. من گردشگری میخونم عمو، توی پذیرشم. کاری هم با قمارخونه ندارم. البته که تو با اونطور جاها کاری نداری. من چایی میارم. ممنون دخترم. معذرت میخوام، باید بهت میگفتم اما گوش کن. حق داری.
نباید از کسی دیگه بشنوی. چرا زودتر بهم نگفتی؟ خب الان دارم میگم. گفتم شاید عصبانی بشی. خب از چی میترسیدی که نگفتی؟ میترسم نذاری اونجا کار کنم. چه ربطی داره؟ یعنی من باید بشینم خونه و بچه داری کنم؟ تا چی پیش بیاد؟ باشه، هرچی مرد خونه بگه همونه. معذرت میخوام. دختر خیلی خوبیه. باور کن. مدیر پذیرش هتل میخواست با دوستت گرم بگیره. چنگیز چی داری میگی؟ چیزی نیست بابا، فقط میخوام تو جریان باشی. آیسان دختر زیباییه، باید به اینطور چیزا عادت کنی. مگه من میذارم زن برادرم خوراک گرگا بشه؟ چارچشمی مواظب بشم. تو به کار خودت برس. آیسان کارشو بلده. ببین پسر، من دارم از تو حمایت میکنم. من از همه چی تو این کازینو سر در میارم، نگران نباش. مثلا از چی؟ باید مراقب این دختره باشی. میدونم که شما همدیگه رو دوست دارین، همه اینو میدونن. داداش تو این کارا دوست داشتن کافی نیست. ببین این دختره داره وارد دنیای جدیدی میشه. ممکنه هوایی بشه، نمیدونم، شاید گوله یه نفر رو بخوره. ای بابا چنگیز بی خیال. صبر کن، 2 چیز دیگه هم هست که باید فراموش نکنی: پول و سورپرایز. دخترها این 2 چیزو خیلی دوست دارن. اگه آیسان از پول خوشش نیاد چی؟ ببین داداش، هیچ کس از پول بدش نمیاد. خیلی چیزا رو میشه با پول خرید. به خدا اگه اراده بکنی میتونی جنیفر لوپزم واسه خودت تور کنی، ولی به شرط اینکه پول داشته باشی. بعضی وقتا به عقلت شک میکنم. با هم آشتی هستیم؟ ما که قهر نکردیم. من به خریتای تو عادت کردم. قبرس 2009. ازال چی شده؟ بهترین روز زندگی من 12 سال پیش توی همچین روزی بود، اما خیلی دیر هوشیار شدم. چی شده؟ شبنم، کامیل، از اولی که شروع کردیم همه چیزو به شماها گفتم. چطور مگه؟ از این به بعد راهمون جدا میشه. ازل چی داری میگی؟ اگه بدهی بین ما بوده دیگه تصفیه شده. چرا این حرفا میزنی؟ من از امروز یه راه بیشتر ندارم، ولی نمیتونم به کسی بگم که با من وارد این راه بشه. اگه بیاید خودتونو توی خطر بزرگی انداختید. اگر بیاید کار احمقانه‌ای کردید. انتخاب با خودتونه. ازال ما خیلی گرسنه شدیم، بریم غذا بخوریم. میگن غذای اینجا سلف سرویسه. ببین اینم نشد. نمیشه، هرچی میندازم نمیشه. جواهراتت به چشم نمیاد. ممنونم. خوشت اومد؟
قشنگه. شب برای شام میریم بیرون. تو چته؟ هیچیم نیست چنگی، زود باش. من تو رو میشناسم، یه چیزیت شده. دستمو ول کن. آیسان دیگه چی میخوای؟ تو دیگه چی میخوای؟ صاحب همه چی هستی. هر چی که میخوای خریدی. هیچی نمیخوام، دست از سرم بردار. بذار یه نفس راحت بکشم. میدونی مشکل تو چیه؟ تو همه چی میخوای ولی در مقابل نمیخوای چیزی به کسی بدی. مثل بچه ها حرف نزن. چی میخوای تو؟ عشق تو، همینو بس. یادت نمیاد نه؟ یادت نمیاد؟ چی شد؟ 12 سال پیش تو یه همچین روزی سر شام هم دیگر رو میبینیم. شبنم از بازی امشب بگو. آیا ازل از این سمت لطفاً. اونجا یه اتاق مخصوصه. توی اون اتاق بازی میکنیم. یه نفر به اسم رحمی اونجاست. همچین آدم با عرضه‌ای هم نیست ولی یه بلغاری هم تو بازیه. اونو از قبل میشناسم. آدم با عرضه‌ایه. بازیشو برات تعریف میکنم. نوش جونتون باشه قربان. پس امروز بازی میکنیم؟ آره حتما. یعنی از منم بهتره؟ نه اینطور نیست. تو بهترینی ازل. وقتی دروغ میگی با انگشتات بازی میکنی. نه خیر. بگذاریم. آیسانم وارد بازی میشه؟ بعضی وقتی بازی سنگین باشه وارد میشه یا اینکه چیزی چشمشو بگیره. چطور به نظر میاد؟ خوشتی، ثروتمند و شیک. استانبول 1997. داداش میتونم امروز کم زودتر برم؟ برای چی؟ به آیسان قول دادم یه جایی ببرمش. چنگیز دیشب یه چیزایی میگفت، از اون شنیدم. مثل اینکه نیتت جدیه. آره جدی. ول کن بابا، آخه مجبوری مگه؟ تازه اول زندگیته. این آیسان دختر جذابیه ولی میدونی مشکل دخل و خرج و زرزر بچه. پسر مگه دیوونه شدی؟ داداش علی، من عاشق اون دخترم. پسر تو احساساتی شدی، حالا سعی نکن منو بوس کنی یا بریز. میذارم از این محله لعنتی میرم، آخرش اینجا رو ول میکنم. سلام. چطوری پسر؟ متشکرم. زنده باشی. داداش این روغن موتور ما رو زود عوض میکنی؟ انگار قرار نیست شانس به ما رو کنه. به چی میخندی؟ چیزی شده؟ نه اینطور نیست. مثل اینکه اینجا تازه واردی. اصلا تو کی هستی که داری توی صورت من میخندی؟ نه داری اشتباه میکنی. خفشو حرف نزن. ماشینو وردار بیار. شما همتون از پشت کوه اومدین. خدا به همه ما رحم کنه. شما استانبولو هم مثل خودتون کردین. دوباره ماشینت قاطی کرده؟ آره باز دوباره قاطی کرده. نگران نباش. ولی اینجا رو نگاه کن، بد جوری خط افتاده. اینجا شو ببین. چی کار داری میکنی؟ چی کار داری میکنی؟ علی میخوای یه علی هم بهت بدم اوستا؟ اگه یه بار دیگه ببینم بیادبی کردی چنان دماری از روزگارت در میارم که اون ورش ناپیدا. فهمیدی اوستا؟ اگه فهمیدی برفا کنه رو تکون بده.
میکشمت. خودتو مرده بدون. همونطور که همه تو رو میشناسن منو هم میشناسن. میدونی لقب من چیه؟ علی گازنبور. شیر فهم شد؟ داداش به خاطر من تو دردسر افتادی. علی گازنبور. پسر تو هنوز اینجایی؟ برو دست دختره رو بگیر یه جای خوب ببرش. آمر بیا. اینجا خیلی گرونه. بیا بریم. بیاید اینجا. خوش اومدی. ممنون. لطف کردی رفیق. خواهش میکنم، قابلی نداشت. آمر ممکنه کسی ما رو ببینه. اینجا سورپرایزه. ببین یه روزم ما اونجا میشینیم. توی ساحل؟ آره چرا که نه. مگه ما چیمون کم؟ تا 1-2 سال دیگه منم مثل اوستا علی میشم. جدا فکر میکنی با پول تعمیر کاری میشه؟ مگه عقلتو از دست دادی؟ میدونی قیمت یه پرس غذاش چقدره؟ آیسان تو چرا با منی؟ این چه حرفیه؟ تو میتونی با هر کی که بخوای باشی. اینا رو ببین. تو از اونایی که اونجان خوشگل‌تری. تو اینجا با من چی کار میکنی؟ تو چی داری میگی آمر؟ آیسان راستشو بگو، تو منو واقعا دوست داری؟ نه، این دوست داشتنه. هر کسی هر چیزی رو دوست داره، ولی حکمتش اینه که ما با آدمای کوچه و خیابون کاری نداریم. اونا از دنیا میرن و ما ناراحت میشیم. من نمیخوام تو رو دوست داشته باشم. میدونی آمر، من داشتم غرق میشدم و نجاتم دادی. تنها چیزی که منو تسکین میده تویی. تو قلب منی. اگه تو نباشی آیسانی هم نیست. یعنی تو منو دوست نداری؟ اصلاً. منم همینطور.
قبرس 2009. من معذرت میخوام. منو بخشیدی؟ البته که بخشیدم. تو چنگیزاتایی، مگه میشه تو رو نبخشید؟ که اینطور جالبه. من یه رگ شیطانی دارم، مگه نه؟ همینطوره. در از تو خیلی منو دوست داری، درسته؟ حتی حاضری تو جهنمم با هم بیای، مگه نه؟ الان که تو جهنمم چیز سختری پیدا کن. امشب واسه بازی میای؟ میخوام زود بخوابم. بیا دیگه، چی میشه؟ امشب میخوام به خاطر تو بازی کنم. خیلی دوست دارم. منم دوست دارم. چیه این؟ چقدر خوشمزه است ها؟ فیو کارست و کانراد. عالیه. معنیش چی میشه؟ به زبون خودمون جیگر قاز. حیوونا رو به زور چاق میکنن، بعدش وقتی جیگرشون حسابی چرب شد اونا رو میکشن. خیلی حال به هم زنی. هر چیز خوبی هزینه خودشو داره. دیگه باهات شام نمیخورم. حسابی شیک کردم که خوش بگذرونم اینجا. چی شد؟ ازال؟ ازال خوبی؟ استانبول این امانت مال تو. 1997. روزی که با پدرت ازدواج کردم بهم دادش. یادم اون موقع ازم قول گرفت که اینو به پسرم بدم. اینو مادرش بهش داده بود. من به قولم وفا کردم. تو هم باید همین کارو بکنی. بیا مادر جون خوشگل من. برو اینو بهش بده. معلومه طاقت نداری. عزیزم. عامر کجا داری میری؟ شب برمیگردم. چی شده؟ هیچی، فقط یه خواب بد دیدم. نرو. جایی نمیرم. شب برمیگردم. نرو، نمیخوام بری. اون برگشت و ما رو نگاه کرد. داره میره.
دیگه راه برگشتی نیست. چنگیز راست میگه. چنگیز، تو چه آدمی بودی ما نمیدونستیم. ببین، من این کارو نمیتونم بتم. بیا اینجا و من رو از دست این گرگا نجات بده. چی شده؟ من دیگه باید برم. خداحافظ. خداحافظ. به سلامت. پدرمون رو در آورده. مقصر خودمم. مردونگی کردم، ضامن این مرتیکه شدم، حالا بدهیش گردن ما افتاده. این که وضعیت جدیدی نیست. چیه؟ چیز خنده‌داری گفتن؟ چیه؟ حالا چی شده؟ من با پدر مادرم صحبت کردم. میخوام به آیسان پیشنهاد ازدواج بدم. وای، داداشمون شیر شده. بیا ببینم. تبریک میگم. مبارک باشه. ممنون. عامر رو بغلش کن. داداشمون مثل که احمق شده. تبریک میگم رفیق. میخوام یه چیزی بشنیدم. آیسا، با من ازدواج میکنی؟ همسرم میشی؟ دیگه جایی برای ترسیدن وجود نداره. عامر، چشمای عامر کور شده بود، گوشش کر. فقط اعتماد داشت، فقط دوست داشت، ولی خوشبخت بود. بله. اگه سوال میکرد بهش میگفتم. فقط کسایی که دوستشون داری بهت خیانت میکنن. قبرس 2009. قربان عزیزم. بفرمایید. تو مراقب همه چیز باش. من میرم سراغ میز بازی.
ازل خوبی؟ ازل شبنم برام یه مسکن میگیری؟ البته تماس میگیرم سری بیارن. خودت برو بگیر. باشه من چیز کنم میارمش الان. همه چیزو ازم گرفتن. خانوادم و دوستام و همه زندگیمو ازم گرفتن. حالا من این چه حکمتیه؟ خدای من این چه مجازاتیه؟ من عدالت رو میخوام، فقط همین. دیگه جایی برای اشتباه وجود نداره، ولی فراموش نمی‌کنم. استانبول 1997. اون کاپشن به نظرم خیلی آشنا میاد. آره تو مغازه جا گذاشته بودیش. تازه این خیلی واسط کوچیکه. نه کوچیک گرفتم. من اینو واسش هدیه گرفتم. تو وقتی میخواستی اینو بخری حتما سایز من تو ذهنت بوده. ببین کاملا اندازه منه. بازگیر این مرتی که افتادیم. برای اونم خدا یکی رو قسمت میکنه. یه 10 سالی باید بگذره، فعلا باید بزرگ شه. تا 10 سال دیگه کی زنده است کی مرده؟ 10 سال بعد یه روزی مثل امروز. خب به نظرتون اون روز داریم چی کار میکنیم؟ ها؟ آیسا؟ من حتما تو خونم، تو خونه خودمون منتظر شوهرم. پنجره بالکن اینطوری باز میشه، ولی آمر نیست، پسرمه، نتونسته بخوابه. ازم میپرسه بابام نیومده؟ حالا من میگم تو دریا با همون قایقی که گفته بودم 22 متره رو آب دارم میرونم. آبجو من باز کردم. وایسا منم بیام. بذار منم سوار قایق بشم. جان من بذار. آمر
آمر بعدها وقتی توی سلول تنگ و کثیف روی زمین نشسته بود این روزو به خاطر می آورد. میخواست بگه که اون روز یکی از بهترین روزهای زندگیش بود. ظرف 1 ساعت یه زندگی طولانی از جلوی چشماش گذشته بود. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا که کسی منو نمیخواد منم میرم باش میشم، گانگستر میشم. چرا که نه؟ همچین دخلی ازت بیارن که 2 روز بعد بیای پیش من داداشلی التماس کنی. مگه من عاجزم ها؟ خودم میتونم گلیمم عذاب بکشم. بیرون چنگیز. حالت خوبه؟ بازم مست شده. بشین پسر، گن نزن به شب. مواظب خودت باش. من سردسته مافیا، گنگسترم. به من احترام بذارین. بازم خر شد. این حرفا چیه میزنی؟ شما میدونید من چه عجوبه ایم؟ میخواین براتون تعریف کنم؟ اینو بده به من. ای! نه چی شده؟ تو کی هستی علی گازنبور؟ چی عمو یو ساکت شدی؟ چی شد تا پورتت خوابید؟ اینو بدش به من. بارا اونور. تو هم میتونی با من بیای. مگه من تنهایی میتونم چقدر برم؟ خالی کنم تو مغز خودم یا اینکه روی این خالی کنم؟ همه یه تقصیرها گردن اینه مگه نه؟ این میونه ما رو به هم زد. خودش بود میدونم. هنوزم برادرتم. نه بابا، تو حاضری جونتو واسه این بدی؟ برای تو هم میدم. تو داری دروغ میگی. آخه تو چرا باید این کارو بکنی؟ من که باورم نمیشه. علتش چیه؟ برای اینکه دوست دارم مرد. نمیدونم منو دوست داری یا اینکه میخوای من از تو منجلاب بکشی بیرون؟ مزخرف نگو، بدش من. تو محل مثل خوب بد زش میمونیم. خسته شدم از این سیاه‌بازی. داداش تو منو دوست نداری؟ میخوای خودتو خوب نشون بدی مگه نه؟ اسلحه رو بده من چنگیز. میل خودته آمر. خودت چی میخوای؟ هیچ چراغی روشن نیست. خالت خوابه. نه اون خونه نیست. بازم رفته پیش دوستاش. فردا ممکنه بیام خونتون. شاید من تو فردا از بی‌صبری میمیرم. فکرشو بکن. وقتی ازدواج کنیم دیگه هر روز توی خونه کنار همیم. دوست دارم. تو که منو دوست نداشتی. امروز دوست دارم. تو همه چیز منی. آیسا منم تو رو دوست دارم. تو توی قلب منی. باور کن دارم راست میگم. آمر نرو. آیسا ببین مطمئنی اگه فردا برام مهم نیست. اگه دوباره همدیگرم نبینیم مهم نیست. میخوام تو پیشم باشی.
آیسان آیسان بی حرکت ببر پشتت زود باش نخواستم بی حرکت زود باش آیسان ببرش چقدر خوابیدم؟ بیشتر از نیم ساعت. بازی شروع شده؟ الان تماس گرفتن. منتظر شمان. حالا چی کار کنیم؟ میگم دوستان عزیز، مثل این که کمی تأخیر داری. من از طرف ایشون از شما عذرخواهی میکنم. 5 دقیقه دیگه منتظر میمونی. استانبول 1997. صبح بخیر قربان. چه خبر؟ نذاشتین بخوابی که؟ نه تا صبح مراقبش بودیم. قربان چی شده؟ آیسان حالش خوبه؟ تو رو خدا یکی یه چیزی به من بگه، دارم دیوونه میشم. خوبه بیشین راحت باش. حالت خوبه؟ چی شده؟ منو برای چی آوردن اینجا؟ دوستم اونجا بود، حتما اشتباهی پیش اومده. چی شده؟ به من بگید. درسته، خودتو ناراحت نکن. بیا این روزنامه رو بخونش. چه روزنامه ای؟ دارم دیوونه میشم. چند ساعته که هیچ کس نمیاد اینجا و چیزی نمیگه. حالا چه وقت روزنامه خوندنه؟ میگم این روزنامه رو بخونه. عوضی با صدای بلند بخون. دیروز صبح حوالی ساعت 5 از قمارخانه سزگین سرقتی انجام شده که میتواند موضوع تهیه یک فیلم باشد. یک مأمور بلندتر. یک مأمور حفاظت در این سرقت کشته شده. 2 ساعت پس از سرقت سارق در محل اختفای خود دستگیر شد. خوندیش؟ فهمیدی؟ میخوای صورتتو در به داغون کنم؟ چی؟ چرا داری توهین میکنی؟ بخونش، ادامه بده. بی همه چیز
اصلا رحم نکردی. نه، 2 سوال ازت دارم. یا این 2 سوالو جواب میدی یا واسه همیشه دهنتو میبندم. سعی کن خوب جواب بدی. بیشرف. سوال 1. تو این سرقت شریکات کیا بودن؟ 2. من. پولا کجاست؟ من این کارو نکردم. ما اینجا کتک نمیزنیم. بعداً برای معاینه مشکل پیش میاد. ولی اینجا رو ببین، این زخمیت نمیکنه، فقط اعضای داخل بدنتو یکم تخریب میکنه. لعنتی حرومزاده، این شرفه بی همه چیز. بگو کیا هم دستت بودن؟ بگو جواب نمیدی بی همه چیز. آیسان
بلند شو. بله. دادگاه داری. آمر اومد. حال پسرم چطوره؟ چی شد ممتاز؟ آمر حالش خوبه؟ با توجه به کیفرخواست مطروحه از جانب دادستان، از این لحظه جلسه با حضور متهم آمر اوچار آغاز می شود. متهم آمر اوچار، بلند شد. آیا تو آمر اوچار فرزند ممتاز و ملیحه اوچار هستی؟ بله. علیه تو ادعا شده که صبح روز 18 سپتامبر 1997 عمدن وارد قمارخانه هتل سزگین شدی و با شلیک گلوله به سر کارمند حفاظت قمارخانه سرقت مسلحانه انجام دادی. حالا آیا به این کار اعتراف میکنی؟ من این کارو نکردم. من بیگناهم. بنا به دلیل شماره 1 عکسو به متهم نشون بدید. گلوله‌ای که مأمور حفاظت رو کشته از این اسلحه شلیک شده. این اسلحه رو میشناسی؟ آره؟ من اسلحه ندارم. تو عمرم فقط یه بار تفنگ دستم گرفتم. اونم تو سربازی بود، باور کنید. با این اوصاف چرا باید اثر انگشت شما رو این اسلحه باشه؟ نه، من نبودم. اینجا رو ببین. این زن رو بیوه کردی. اون دختر رو میبینی؟ یتیمش کردی. تو مأمور حفاظت قمارخونه رو با شلیک گلوله کشتی. نه، من این کارو... دلیل دوم رو به متهم نشون بدیم. آیا این کاپشن تو نیست؟ من اینو... شما اینو از کجا آوردید؟ مال اونه؟ صبر کن. تو اسلحه رو تو این کاپشن پیچیده بودی و تو سطل آشغال انداخته بودی. مامورا اونجا پیداش کردن. من این کارو نکردم. ما مدارک کافی داریم. توی چشمم نگاه میکنی و میگی بیگناهی؟ داداشی من دروغ نمیگه مامان. آمر جناب قاضی، من میخوام شاهد اصلی رو به اینجا دعوت کنم. متهم اون ساعت با کسی دیگه‌ای و جای دیگه‌ای حضور داشته. بگید بیاد تو. آیسان تزجان وارد میشه. آیسان. آیسان تزجان، به شرف و وجدانت قسم میخوری که در این دادگاه حقیقت رو به زبون بیاری؟ قسم میخورم. تو چه رابطه‌ای با متهم داری؟ من و آمر با هم دوستیم. متهم رو روز حادثه دیدی؟ بله، نیمه شب دیدمش. کجا؟ چی کار میکرد؟ به من پیشنهاد ازدواج داد. تو چه جوابی دادی؟ رد کرد. متهم رو بنشونید. ادامه بده. آمر شب اومد پیش من، یه حلقه به هم داد. خاله ملیحش بهش داده بود. چرا رد کردی؟ آمر این روزا خیلی عوض شده بود. بعد از اینکه از سربازی برگشت یه آدم دیگه شده بود. عجیب و غریب بود. خیلی دعوا میکرد. خیلی ازش میترسیدم. آیسان، بشین سر جات. من تو هتل کار میکنم.
دائما درباره قمارخونه سوال پیچم میکرد. چه ساعتی باز میشه؟ درا کی بسته میشه و از اینجور سوال. ایسان چی داری میگی؟ چرا داری دروغ میگی؟ بشین سر جات وگرنه اخراجت میکنم. دخترم نترس، نمیتونه کاری بکنه. اون شب اومد پیش من. وقتی من بهش جواب منفی دادم زد به سرش. دیوونه شد. میگفت من خیلی ثروتمند میشم، تو پشیمون میشی. این کارو بعداً میخواستم انجام بدم. آیسان معذرت میخوام. بسیار خوب دخترم، میتونی بری. داداش اون کاپشن به نظرم خیلی روشنیه. آیسان متهم بشین سر جات وگرنه جرم خودتو سنگین تر میکنی. اونو بنشونی سر جاش زودتر. تو کی هستی؟ من تو رو نمیشناسم. تو کی هستی؟ بررسی‌های لازم انجام شد. دادگاه جرایم سنگین شماره 9 استانبول پرونده رو بررسی و حکم نهایی دعوی عامر اوچار رو صادر نمود. داداشی کجا میبرنش؟ بنا به مواد 83 و 92 قانون جزایی ترکیه متهم عامر اوچار به جرم سرقت مسلحانه و قتل عمد بدون هیچ تخفیفی به 30 سال حبس محکوم می شود. خدا به همراه. داداشی عزیزم خداحافظ.
آمر هیچ وقت از این مخمسه نجات پیدا نکرد. قاتلای آمر واسه خودشون یه زندگی فوق‌العاده تشکیل دادن. 4 سال قبل آمر توی یکی از سلولای زندان مرد. اما اونا نمیدونستن که انتقام از مرگم قوی تره. قبرس 2009. اسم من ازله. داستان آمر از اینجا تموم میشه و داستان من شروع میشه. خیلی خوب، بدون اون شروع میکنیم. چاره‌ای نیست. حالا که تشریف نداره بدون اون شما رو میبرم. فرشته شانسم رو طلب میکنه. بدون من که نمیخواد شروع کنید. خوش اومدین. چنگیزاتای هستم، صاحب این هتل. ایشون هم علی قرقیزن، مدیر حفاظت هتل. حالتون چطوره قربان؟ موقع رفتنم سوال کن. با علی شما در امان هستیم. ایشون هم همسرم هستن، خانم آیسان. منم کنار ایشون در امانم. از آشناییتون خوشبختم. منم ازلم و اما شریکم شبنم. خوش اومدین. بفرمایید. چه شبی بشه امشب. منو میبخشین. شما رو قبلا دیدم؟